آره اومد. ببینم اومد. سوالشون در رابطه با تعدادی از اساتید و دانشجویان دانشگاه شهید باهنر. بدون تردید پاسخ تقابل همکاری بیشتر نخواهد بود. جمهوری اسلامی ایران مجموعه ای از گام‌ها و اقدامات رو تدوین کرده، آماده کرده. طرف‌های مقابل کم و بیش از امکانات و توانایی‌های ما در این زمینه آگاه هستند. حتماً با توجه به تحولات آینده بر اساس هماهنگی که با سازمان انرژی اتمی و سایر نهادهای ذی‌ربط تصمیم گیر در این زمینه به عمل آمده، طیفی از اقدامات رو ما عملیاتی خواهیم کرد. اگر مذاکره رو به عنوان یک فرایند فعال دو جانبه که درش باید داد و ستد صورت بگیره و هر پیشنهادی محصول و برآیند روند مذاکراتی باشه، من میتونم خدمتتون عرض بکنم که پیشنهاد آمریکا چنین مختصاتی رو نداشت و در واقع برآیند 4-5 دور مذاکره قبلی نبود. ما طرح پیشنهادی خودمون رو به زودی بعد از نهایی شدن از طریق عمان به طرف مقابل ارائه خواهیم کرد و طرحی است که معقول، منطقی و متوازن هست و توصیه می‌کنیم که حتماً طرف آمریکایی این فرصت رو قدر بدانه. حتماً به نفع آمریکاست که این طرح رو به صورت جدی مطمع نظر قرار بدن. خب من اصلاً این گونه نیست که هر کشوری که غنیسازی میکنه حتماً دارای برنامه تسلیحاتی است. بسیاری از کشورها غنیسازی انجام میدن، از جمله خیلی از کشورهای متحد آمریکا، ولی برنامه تسلیحاتی ندارن. همونطور که بارها اشاره شده، برای ما غنیسازی به عنوان بخش لاینفک چرخه سوخت، به عنوان جزئی از صنعت هسته‌ایمون موضوعی است غیر قابل مذاکره و معامله، به خاطر اینکه هم صنعتی است بومی و هم بر اساس نیازها و منافع ملت ایران طی دهه‌ها تلاش و ممارست دانشمندان ما ایجاد شده. این صحنه واقعا یکی دیگر از صحنه‌های مشارکت فعالانه تعدادی از کشورهای اروپایی در برنامه هسته‌ای نظامی رژیم صهیونیستی است و این خب بسیار معنادار خواهد بود. طرف‌هایی که مدام از ضرورت منع اشاعه هسته‌ای صحبت می‌کنند، برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز جمهوری اسلامی ایران رو مدام زیر سوال می‌برند، خودشون فعالانه در راستای تجهیز و تقویت برنامه هسته‌ای نظامی اسرائیل فعال هستند. طرحی که آمریکایی‌ها ارائه کردند 100% ضد ما میتوانیم است. حرف سردمداران بی‌ادب و گستاخ آمریکا این خواسته رو با زبانهای گوناگون تکرار میکنن در این کشور تأمین کنن. اینایی هم که امروز سر کارن، صهیونی و آمریکایی، اینا هم بدانن که نمیتوانن در این مورد هیچ غلطی نمیتوانن بکنن. شما چه کاره اید؟ چرا دخالت میکنید
که ایران باید غنیسازی داشته باشه یا نداشته باشه. به شما چه؟ ما اگر 100 تا نیروگاه هسته‌ای داشته باشیم اما غنیسازی نداشته باشیم به دردمون نمیخوره. برای خاطر اینکه نیروگاه هسته‌ای احتیاج به سوخت دارد. اگر این سوخت رو نتوانیم در داخل کشور تولید کنیم باید دست دراز کنیم طرف آمریکا و اونها برای دادن سوخت هسته‌ای ممکنه 10 ها شرط بگذارن.